مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. موضوع و ماجرای خودکشی زهره فکور صبور باعث شد که ما در این ویدیو تصمیم بگیریم که خودمون رو افشا بکنیم براتون. انقدر راجع به دیگران افشاگری کردیم، امروز من تصمیم گرفتم که خودم رو افشا کنم، چون خیلی از دوستان میگفتن که چرا بقیه رو افشا میکنید، چرا اینو افشا میکنید، چرا اونو افشا میکنید. گفتم اوکی، تو این ویدیو من میخوام خودم راجع به خودم افشاگری بکنم و راجع به خودم صحبت بکنم. دیگه اینم راجع به بقیه صحبت کنیم، خدایی به خودمون میرسه راجع به خودمون صحبت بکنیم. چون دیدم دیگه خیلی از خبرگزاری ها، صدا و سیما، کانال های تلگرامی، پیج اینستاگرامی نوشتن خبرنگار پاپاراتزی آبرو میبرد، خبرنگار پاپاراتزی خال زنک است، خبرنگار پاپاراتزی سبزی پاک میکند. میخوام برای این دوستان دانشمند و محترم یه مقداری سبک پاپاراتزی رو باز بکنم، چون به حال خیلی اینا مطالعه میکنن، سبکای پاپاراتزی همه جهان رو میبینن و اظهار نظرهای مختلفی نسبت به این قضیه میشه. راجع به این قضیه صحبت میکنم، راجع به عدم فساد در صنعت پر رونق سینما ایران صحبت میکنم، چون به شدت معتقدن که در سینمای ایران فساد نیست. و جالبه بازیگرهای خانوم رو من میبینم دارن به من حمله میکنن. تو پرانتز بگم شما باید ممنون من باشید بابت افشاگریام در خصوص فساد در سینما ایران. اگر غیر از این باشه فساد دارید. چرا؟ با فکت و سند و مدرک بهتون اثبات خواهم کرد در این ویدیو و اگر تونستید ایرادی بگیرید میتونید برید ویدیو بسازید بگید نمیدونم خاله زن. ما با فکت صحبت میکنیم، با علم صحبت میکنیم که برای دوستان جا بیفته. خیلی ریلکس. چون من دیدم یکی دو روز گذشته چقدر اتفاقات عجیب غریب تو فضای مجازی افتاد، در صورتی که من همیشه گفتم بنده رئیس تشخیص مصلحت حاشیه نامنظم مجازی ام. مثلا این حاشیه ها من باش زندگی کردم و بلدم این حاشیه ها رو. اما بریم جلو. اول راجع به پاپاراتزی بگم که یه عده میگن که تو پاپاراتزی نمیدونی چیه، یه چیزی رفتی شنیدی، با لقب نشون به اون نشون میای صحبت میکنی، سند نمیدی، مدرک نمیدی. اولا اینکه من در حق یه سری از این بازیگرها و سلبریتی‌ها لطف میکنم. اگر بیام فیلمشون رو پخش بکنم، اگر بیام عکسشون رو پخش بکنم، بعضیشون اگر یه سری از وایساشون رو من واقعا دروازه‌بانی میکنم، یعنی پخش بکنم دیگه فکر کنم طرف باید ببوسه بذاره کنار هنر و بازیگری رو. و از اون طرف ما وقتی راجع به فساد در سینمای ایران صحبت میکنیم، خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که تهیه کننده و کارگردان دیگه از اون ثانیه به بعد میترسه که بخواد فساد رو انجام بده. بعضیشون که البته خیلی وقیح و پرروان، یعنی الان میگن خب یه برامون بذار افشا بشیم، اما بعضی دیگه‌شون نه، آدمایی هستن که میگن که اگر ما یه خلاف و یک تخلفی رو انجام بدیم افشا خواهیم شد. و ما اومدیم با سبک پاپاراتزی به سلبریتی‌ها میگیم آقا تو وقتی داری پول حرفه‌ای میگیری فرقی هم نمیکنه، ممکنه این سلبریتی بازیگر باشه، ممکنه این سلبریتی فوتبالیست باشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا ما داریم راجع به بازیگرا صحبت میکنیم. وقتی شما سلبریتی میشی و معروف میشی یه سری امتیازاتی رو به دست میاری که متمایزت میکنه از آدم‌های عادی. مثلا وقتی وارد یک سالن میشی بهترین جا رو بهت میدن. مثلا در یک سالن کنسرت شما میری وی آی پی میشینی، در رستوران ها شما میری بهترین جا میشینی، در فلان جایی که صفحه شما رو از در وی آی پی میبرن داخل، برات بادیگارد و فرش قرمز پخش میکنن، تو امتیازات بیشتری میگیری به عنوان سلبریتی. و از اون طرف هوادار پیدا میکنی و خودت رو خدا و نمیدونم از این صحبت ها میدونی. پس وقتی امتیازات ویژه میگیری باید رفتارت هم حرفه‌ای باشه. جالبه ما مثلا بحث ماشین میشه، پراید میشه، نمیدونم تو میگن این چه وضع سایپاس پراید آشغالی به ما میده، بدنش پفکیه، ضبطشو باز کردن، فلانشو باز کردن، امکانات نداره، جالیوانی جزء آپشنشه. چرا ما نمیتونیم مثل بنز و بی ام و پورش نمیدونم فلان ماشین ها رو داشته باشیم، با حقوق ماهیانه‌مون بتونیم با یک پول کم بهترین ماشین رو سوار بشیم؟ چون اونجاها به نفعمونه خودمون رو مقایسه میکنیم با کشورهای جهان اول. اما وقتی یه سری جا به نفعمون نیست
خودمون رو مقایسه نمی‌کنیم با کشورهای جهان اول، میگیم آبروی مؤمن. تعریف مؤمن چیه؟ مؤمن میره با مرد زندار، مؤمن خیانت میکنه، مؤمن رابطه های از دید اسلامش دارم یا رابطه های جنسی نامتعارف انجام میده. اگر غیر از اینه بفهمید به ما بگید. پس شما اگر مؤمن تعریف شما اینه، پس ما هم برای شما آبروی مؤمن رو حفظ خواهیم کرد. نکته بعدی این که میگن آقا شما چرا افشاگری میکنی و آبروبری میکنی؟ آقا در صدر اسلام، همون اسلامی که هر روز توی مساجد سر کوچه هاتون تبلیغ میکنید، داخل همون قرآن، داخل آیات و روایات خودتون دارید میگید آقا پیامبر که پیام الهی رو می آورد، پیامبر بود دیگه، پیامی رو می آورد، افشاگری میکرد، میگفت فلانی بت پرسته، این بتا فلانه، بتا رو باید بشکنید، این دروغگوه. در شریعت خودتونه، من نمیگم هست تو مدارسمون هم میخوندیم. چجور پیامبر از صدر اسلام وقتی افشاگری میکرد، وقتی واقعیت رو میگفت، آبروبری حساب نمیشد؟ ما میگیم میشه آبروبری؟ اوکی عزیز شما، من کیم؟ مگه من پیامبرم؟ نه، منم در حد رسالت خودم میرم جلو. میریم جلوتر. یه عده میان میگن که در سینمای ایران فساد وجود نداره و امین فردین با اخباری که منتشر میکنه داره آبروی بازیگرها رو میبره. و از اون طرف ما میبینیم که یه سری از این سلبریتی ها که شما هم دیدید مدام از بیکاری مینالن و میگن که به ما کار نمیدن و ما بیکاریم. خب حالا من با فکت و سند و مدرک و آماری که وجود داره به شما اثبات خواهم کرد یا این بازیگرها فساد دارن یا با این حرفایی که دارن میزنن دارن خودشون غیر مستقیم میگن که در سینما ایران فساد وجود داره. و چرا اول صحبتم گفتم بازیگرها باید ممنون من باشن بابت افشاگری ها؟ الان طبق این آمار و فکت به شما خواهم. ببینید بازیگرها وقتی میان میگن که ما بیکاریم، خب دلیلش بر این هستش که توی فیلم های سینمایی به اینها بازی داده نمیشه. از دو حالت خارج نیست، یا فیلمی تولید نمیشه یا سریالی تولید نمیشه که اینا برن داخلش بازی بکنن و اصلا زمین بازی وجود نداره که حالا به اون آمار میرسیم، یا این افراد انقدر آدم‌های بی استعدادی هستن که فیلمی بهشون پیشنهاد نمیشه برن بازی بکنن. یعنی کارگردان و تهیه کننده میگه بابا تو کی؟ من اصلا بخوام بازی بدم، تو انقدر مصنوعی. پس مورد اول نیست، پس مورد دوم نیست، چون همشون ادعا دارن که بازیگرن. مورد اول هم میان میگن که فیلم و سریال به ما پیشنهاد نمیشه، یا یه گزینه سوم دیگه ای وجود داره که بهشون یه فیلم هایی پیشنهاد میشه که باب میلشون نیست، که عجیبه اگه میشه این همه فیلم و سریال تولید بشه بعد باب میل شما نباشه. یا مورد چهارم، فسادی وجود داره که شما تن بهش نمیدی اما در مصاحبات هم عنوانش نمی‌کنی. سه مورد قبلی اگر بخوایم بگیم با فکت و سند وجود داره، یعنی شما که بازیگر هستی، فیلم و سریال هم تولید میشه، اونجوری هم نیستش که فیلم و سریال رد بکنید. پس فساد وجود داره که شما نمیتونی در فیلم های سینمایی یا سریال ها بازی بکنید. اما فساده خیلی پیچیده‌تر و عجیب‌تر از اون چیزی هستش که شما دارید بهش نگاه میکنید. آماری که دولت ایران اعلام کرده از سال 95 تا 97 قابل سرچ هست، میتونید برید استعلام بگیرید. سال 95 ما طبق اعلام روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمی و بصری سالی 230 تا ما آموزشگاه بازیگری در کشور داشتیم که سال 96 رسیده به 232 تا آموزشگاه بازیگری و سال 97 رسیده به 282 تا آموزشگاه بازیگری که بازیگری به افراد با استعداد یاد میدن در کل کشور. که البته این آموزشگاه بازیگری رو ما باید خیلی بیشتر از اینا بدونیم، چون بعضیاشون هم حالا به صورت تجربی تو سالن‌های تئاتر جای مختلف انجام میکنن. اینا آموزشگاه بازیگری هستن که از ارشاد مجوز گرفتن. اگر هر کدوم از این آموزشگاه بازیگری در هر ترم 6 ماهشون، نه ترم اصطلاحاً
3 ماهه یا 1 ماهه فشرده. ما اگر یک ترم رو 6 ماه در نظر بگیریم و هر کدوم از این آموزشگاه بازیگری تنها 20 هنرور رو ثبت نام بکنن و بهشون آموزش بازیگری بدن، طبق آمار سال 97، چون به بعدش دیگه آماری نبوده، 5640 تا هنرور رو آموزش دادن. اگر فقط 20 نفر ثبت نام بکنن در طول 1 سال این عدد 2 برابر میشه 11280 هنرور در سال در کل کشور دوره‌های بازیگری میگذرونن در آموزشگاه‌های خصوصی زیر نظر ارشاد. حالا این 11280 نفر رو شما باید به علاوه دانش آموخته‌های دانشگاه‌های سراسر کشور بکنید که دارن تئاتر رو میگذرونن و دوره‌های بازیگری رو میگذرونن و این آمار 11280 تا رو بعد به علاوه کسایی بکنید که به صورت تجربی هم دارن کار تئاتر انجام میدن، همه که به صورت آکادمیک یا پول ندارن برن توی آموزشگاه یا پول یا وقتشو ندارن یا درگیرن نمیتونن برن دانشگاه. ما کفش رو همون 11280 تا در نظر میگیریم، دانشگاه رو ول میکنیم، تجربی ها رو هم ول میکنیم. اگر این 11000 نفر 11000 خورده نفر رو که مال سال 97 هست رو به قبل رو ول کنیم، میگیم 96 و 95 و 94 همشون اصلا ول کردن بازیگری، 97 98 99 و 1400 میشه 4 سال. سال 11000 نفر آموزش دیده باشن میشه به عبارتی در طول 3-4 سال گذشته 44000 نفر در کل کشور دوره‌های بازیگری گذروندن در آموزشگاه‌های خصوصی کل کشور. و از اون طرف ما وقتی سری میزنیم به فیلم‌های سینمایی 4 سال گذشته می‌بینیم فقط به بازی به 40-50 نفر از بازیگرها رسیده، یعنی 30-40 تا خانومن که مدام در فیلم‌های مختلف سینمایی دارن بازی میکنن و حالا 20 تا 40 تا آقا هن که دارن در فیلم‌های مختلف سینمایی بازی میکنن. سوال اینجاست در بین اون 44000 نفری که رفتن دوره‌های بازیگری گذروندن توی این 4 سال آره 44 نفر ما آدم جدید داشتیم وارد سینما ایران بشن از این آموزشگاه بازیگری. 44 نفر، بیشتر نه. این همه آدم دارن آموزش بازیگری میبینن. پس ما بازیگر قدیمیمون که علاوه بر که اونا نمیتونن وارد سینما، چون ما بازیگر خوب داریم در طول 20-30 سال گذشته که کارنامه خوب دارن آقا و خانم، اونها رو وارد پروژه‌های سینمایی نمیکنن. از این طرف بازیگرهای جدید هم وارد سینما نمیکنن. یه تعداد آدم محدودن که وارد سینمای ایران میشن و بازی میکنن. طبق صحبت خود بازیگران میگن نقش ها توی مهمونی ها تقسیم میشه و تقسیم میشه به قول خودشون. یا باید شما با فلان تهیه کننده یا باید شما با فلان کارگردان دوست باشی یا با یکی از عوامل دوست باشی که بهت بازی بدم. کارگردان خودش علنی میاد میگه آقا باید با من یه چند ماه باشی، با من بخوای، من ببینم آقا اصلا تو کی هستی که من توی 6 ماه پروژه باهات باشم. و از اون طرف سال 98 یعنی 1 سال بعدش 99 تا فیلم اکران شد. خب 99 تا فیلم تولید شده دیگه. پس بازار تولید فیلم و بازار پروانه نمایش که تقریباً سالی 200 تا پروانه نمایش و مجوز ساخت سریال در ایران صادر میشه. که سال 98 اگه یادتون باشه مثلا فیلم مطرب، متری 6.5، تگزاس، رحمان 1400، شبی که ماه کامل شد، همه اینا پخش شد، اینا در طول سالهای گذشته ساخته شدن. اما ما میبینیم که فقط یه سری بازیگرهای محدودن که دارن توی این فیلم‌ها و سریال‌ها بازی میکنن. ما میام تو برنامه پشت پرده به سبک پاپاراتزی گونه میگیم اوکی فلان بازیگر با فلان تهیه کننده دوسته، فلان تهیه کننده با فلان کس دوسته، فلان بازیگر با فلان کارگردان دوسته. این روابط باعث شده که اینها بتونن تو فیلم و سریال‌های مختلف بازی بکنن و 44000 نفر آدم پشت درهای سینما قرار بگیرن. خب اگه این اسمش فساد نیست بفهمید به من بگید چیه؟ اگر اونایی که میان میگن به ما بازی نمیرسه و به ما فیلم و سریال پیشنهاد نمیکنن، اگه این اسمش فساد نیست پس چیه؟ خود خانم زهره فکور صبور خودش خدا رحمتش بکنه قبل از اینکه این اتفاقات براش بیفته خودش مصاحبه کرد و گفت که آقا انتخاب بازیگرها توسط پیج‌های اینستاگرام و فالوورها اتفاق میفته.
این صحبت خود خانم فکر صبور بوده و حتی خودش هم در یکی از مصاحبه‌هاش میگفت ای کاش من وارد صنعت سینما و بازیگری نمی‌شدم، ای کاش 21 سال پیش میرفتم ازدواج می‌کردم و بچه‌دار می‌شدم. یعنی خودش وقتی راجع به سینمای ایران اینجوری صحبت میکنه، یعنی تو سینما ایران فساد وجود نداره. بعد جالبه خب به هر حال ما راجع به وقتی این سلبریتی ها صحبت میکنیم اینا فن پیج دارن، طرفدار دارن، به طرفدارشون میگن برید ضد فلانی بنویسید، پاپاراتزی دروغ داره میگه چنین و چنان. آقا اگه پاپاراتزی بده اوکی، از دید شمایی که ما داریم راجع بهتون افشاگری میکنیم بده، چون شما حلقه داخل سینمای ایرانید و اجازه نمیدید یه سری آدم ها، من دارم در خصوص حق اون 44,000 نفری که پشت در تازه در طول این 4 سال بوده، بیشتر از این حرف هاستا، کسایی که تجربی یاد گرفتن، کسایی که دانشگاه رفتن، من دارم در حق اون 44,000 نفر آدم صحبت میکنم. البته خود آدمایی هم که تو بدن سینما تک و توکی هم بهشون فیلم و سریال پیشنهاد میشه، خود همون آدما هم میان با من صحبت میکنن و گله گذاری میکنن. بعضی از این سلبریتی ها خودشون میان اقرار میکنن، خودشون میان میگن که آقا من مجبور شدم با فلان تهیه کننده دوست بشم، مجبور شدم با فلان کارگردان باشم به خاطر اینکه بتونم تو بدنه سینمای ایران بمونم. من نمیدونم اگر خانومایی که دارن یه دونه مطلب من خوندم اینها سیوش کرده بودم، یه بنده خدایی که اتفاقا طرفدار حقوق خانوم هاست یه مطلب نوشته بود، گفته بود که ایشون فهم درستی از سیستم انتقادی نداره و با رویکردی به اصطلاح پاپاراتزی گونه به صورت سمی در حال این هستش که زنان رو بار عفت و گناهشون رو نمیدونم فلان بکنه، خراب بکنه و بیاد بگه که این با اونه، اون با اینه و از این صحبت ها. منظورش اینه که میاد زنا رو تخریب میکنه. خانومی که فعال حقوق زنایی، شما باید ممنون من باشی به خاطر اینکه من با افشاگریام باعث شدم که فلان تهیه کننده و فلان کارگردان بترسه و دست به فساد نزنه. در خصوص نمیدونم خانم زهره فکرصبور که گفتن که آره افشاگری تو باعث شد ایشون خودکشی، ولی ما چیز خاصی هم نگفتیم، گفتیم ایشون با شهاب مظفری دوست بوده، با مهران مهام هم دوست بوده. چیزیه که کل بدنه سینما ایران میدونن، اونایی که بعد بدونن میدونستن، چیزی پیچیده‌ای نبوده. ما راجع به افراد دیگه خیلی بدتر از اینا هم گفتیم. آی بزرگش کردن افشاگری این باعث شد. نه فیلمی ازش پخش کردیم، نه صدایی ازش پخش کردیم، نه عکسی ازش پخش کردیم، نه چیزی گفتیم. خیلی آنچنان تازه افراد دیگه که راجع به این افراد بیشتر صحبت کردن، چون جایتون نمیاد سر قضیه آزاده نامداری که اسلام نواب صفوی که من مسخرهش کرد تو کنسرت، من مسخرهش گفتم باد و فلان، اونا اوکی بود. بقیه بازیگرا، خود همین سلبریتی ها که الان کاسه داغ‌تر از آش شدن برای خانم زهره فکرصبور، خودشون آزاده نامداری رو مسخره میکردن. خودتون دارید مصاحبه میکنید میگید فساد تو سینما ایران است، ولی جرئت ندارید اسم بیارید، جرئت ندارید اسم فلان تهیه کننده و کارگردان رو بیارید، به خاطر اینکه از کار بیکارتون میکنن. اون تهیه کننده و کارگردان با 10 تا تهیه کننده و کارگردان دیگه دوسته، شما رو از کار بیکار میکنه. اوکی من خط شکنم، من میشم بده، به خاطر اینکه خب به هر حال ما تو سیستم بت پرستی گونه هم زیاده دیگه. فلان تهیه کننده یه پولی خرج میکنه به فلان سلبریتی، میگه خودت و طرفدارات بریزید سر همین فردی، به فلان شخص میگه خودت و طرفدارات بریزید سر همین فردی. اگه قرار بود که ما با این کلام و با این حاشیه ها و با این حرفا بکشیم عقب، خب بهتر بود در رسانه‌مون رو بکشیم ببندیم، کرکرش هم بکشیم پایین و بریم دنبال یه کاری ماست بفروشیم، مثلا پشمک بفروشیم. نه عزیز من با هدف این که جلوی فساد گرفته بشه، جلوی رانت و جلوی لابیگری گرفته بشه وارد این عرصه شدم و این سبک رو انتخاب کردم. سبکی که مبارزه میکنه با بت پرستی، سبکی که مبارزه میکنه با ریا. چون جلوی شما آدم هایی که ببینید بت پرست کسیه که بره یه آدم بزرگ رو بپرسته. شما هیچ وقت نمیری مثلا کارگرتو بپرستی، که میری یه آدم معروف و مشهور و یه آدمی که یه جایگاه داره، هر بهش احترام میذاری. نه همه مردم ها، خیلی ها بهش احترام میذاری چون فکر میکنی طرف معروف مشهوره. به خدا برید 10 دقیقه با این
سلبریتی ها بشینید حال تهوع میگیرید. خیلی هاتون بهتون دایرکت دادن، پیام دادن این سلبریتی ها، حالا فرقی نمیکنه بازیگر، خواننده است، فوتبالیست. خیلی از خانم‌ها اومدن به من دایرکتاشون رو فرستادن، کشتیگیرا نمیدونم فلان. یعنی اون طرف چقدر حوله، چقدر چیپه. یعنی اون بوتی که از اون طرف ساختن وقتی ما میشکونیمش خب سنگینه دیگه، نمیتونن هضمش بکنن. و من توی این مسیر دارم محکم میرم جلو، مبارزه خواهیم کرد با سیستمی که پارتی بازی داره توش انجام میشه، با سیستمی که من نمیدونم چرا یه عده ناراحت میشن از افشاگری‌ها. بابا شما همون آدم‌هایی هستید که دارید مینالید از فسادی که تو اون سیستمه. میگید فقر و بدبختیه، ریشش چیه؟ فساده. رانت و لابیه. میگید بیکاریه، ریشش چیه؟ فساده. میگید من پروژه سینمایی پیشنهاد نمیشه، ریشش چیه؟ فساده، چون نمیخوای بری با طرف بخوابی. میگی که من نمیتونم بیزینس داشته باشم، بعد پارتی داشته باشم، ریشش چیه؟ فساده، چون بعد بری با یه شخصی لابی بزنی که بتونی جایگاه و قدرت بگیری. ما وقتی بوتر رو شکونیم اشکال نداره، بذار ما بشیم بده. من روز اولی که وارد این حوزه شدم میدونستم به هر حال اینا منتظر یه فرصت میشن. الان طرف خودکشی کرده، انداختن تقصیر من. بهترین فرصت دیگه، ملت مرده پرست، زنده کش مرده پرست میگن که بهترین فرصته، بذار بگیم این باعث قتل شده که مردم نرن گوش بدن، که مردم از فسادهای ما سر در نیارن، مردم نگن که او چه فسادی وجوده، بذار فکر کنن همه چیز پاک و مطهره، ما به مسیر فسادونه خودمون میریم. کارگردان آقا کاری نداره که زنگ بزنید به این کارگردان، همونایی که الان دارن فیلم میسازن. یکی از این دوستای ما بهش زنگ زد، می‌خواست بازیگر بهش معرفی کنه. خدا شاهد گفته بود که من 4 میلیارد 5 میلیارد اقل گفته بود حالا به خاطر تو 4 میلیارد خودم ازش پول میگیرم، 1 میلیارد هم بعد بگیره، بعد بتونه پای کلاسای بازیگری من 1 میلیارد بعد بده بیاد تو سر کلاسای بازیگری من تا من بهش فیلم بدم بازی کنه. خب همون بازیگر دیروز واسه من استوری گذاشته، چون وجود من باعث میشه که نونش خراب بشه، چون وجود من باعث میشه که نهادهای اجرایی، نهادهای امنیتی، نهادهای نازه دیگه آگاه نشن از فسادی که وجود داره. هرچند بیشتر این سلبریتی ها خودشون یه آدمو دارن توی دم و دستگاه که بخواد براشون رانت و لابی بکنه. ما سبک پاپاراتزی رو انتخاب کردیم، حالا تو میگی نشون به اون نشون. من اگه بخوام ویدیو منتشر بکنم که از الان هم میگم ما راجع به سلبریتی ها میخوایم صحبت بکنیم، اگر رفتن اون دنیا خدا رحمتشون بکنه. مراقب اعمال و رفتارتون باشید. اینکه زن داری، اینکه شوهر داری میری با یکی دیگه، مقصرش خودتی نه من. مراقب اعمال رفتارت باش که این اتفاقات برات نیفته. همه جای جهان این سبک وجود داره. اگر ما با همه جای جهان فرق داریم، پس همه چیمون هم باید با همه جای جهان فرق بکنه. نباید پرایدمون رو با اون ور دنیا مقایسه بکنیم، فرهنگمون رو با این ور دنیا مقایسه کنیم. یا باید رومی باشیم، باید زنگی باشیم دیگه. همه چیمون رو باید برسیم توی یه سبد. نه اینکه آقا بازیکن فوتبالمون رو میام افشاگری می‌کنیم، میگه آقا بازیکن حرفه‌ای مسی و رونالدو اینجوری رفتار میکنن، طرف 1% بدنش چربی داره، روزی چند ساعت تمرین میکنه، شما امروز تمرین میکنی بعد ازش میری قلیون میکشی، وقتی میایم راجع به اینجوری افشاگری میکنیم ما میشیم بده بازیکن فوتبال. بابا برو ببین استاندارد جهانیش چیه، یا میخوای خودتو با خودت مقایسه بکنی که اون بحثش شده است. پس نباید ادعا بکنی که اونا اون امکاناتو دارن، فلان امکانات ورزشی رو دارن. این موضوعاتی بود که بعد من حتما بهش اشاره میکردم که اون مخاطبین آگاه بشن که اگر سبک پاپاراتزی رو ما داریم دنبال میکنیم، نه آبروی کسی قرار ببریم، نه قراره که کسی بفرستیم اون دنیا. آبروی هر کسی دست خودشه و هر کسی هم تصمیم میگیره که بره اون دنیا 100 تا قرص بخوره، اونم باز مقصرش خودشه نه کسی دیگه، تصمیمش رو گرفته. بعد ما این همه آدم راجبشون افشاگری که بعد یه چیزی دیگه، خیلی از این بازیگرا مثلا ترسی از فساد ندارن. یعنی بازیگره من دیدم دیگه، موبایلم افتاد، ترسی از فساد نداره. من میگم آقا من نهایت ممنوع الکار میشم، اشکال نداره، من میرم توی یکی از این آموزشگاه کلاس برگزار میکنم، از هر دانشجوام 50 میلیون میگیرم،
20 تا دانشجو هم میان شرکت میکنن، 30 تا دانشجو هم میان شرکت میکنن، به عبارتی میکنه 1.5 میلیارد. 100 میلیون 200 میلیون به آموزشگاه میدم، 1 میلیارد و 200 میذارم تو جیبم، 2 ماه هم کلاس رو برگزار میکنم یا به صورت فشردی 1 ماه برگزار میکنم. 8 ماه میخوام برم تو فلان فیلم سینمایی پروژه بازی کنم، 1.5 میلیارد بگیرم، 1 ماه میام تدریس میکنم، همه هم قربون صدقه میرن، یکی دو تا از اون هلو مولو هم تو کلاس جدا میکنم، برمی‌دارم من باشون کارهای اداره میکنم، 1 میلیارد میذارم تو جیبم، تازه روزی 3 ساعت تدریس میکنم، 4 ساعت تدریس میکنم، 12 ساعت هم نمیخوام سر پروژه سینمایی باشم. بعد نتیجهش میشه سالی 44,000 نفر آدمی که پشت در سینما ایران موندن و دارن خاک میخورن. آقا من سوال دارم، میگیم از این 44,000 نفر 2 تا از توش مثلا گلزار در نمیاد، یه دونه از توش سالی 40,000 نفر یه دونه از توش گلزار در نمیاد، مثلا یه دونه از توش مثلا الناز شاکر دوست در نمیاد، یه دونه از توش نیوشا زیغمی در نمیاد، نه در میاد، ارتباط ندارن، آبی ندارن. در صورت این نظر ما در خصوص این ماجرای پاپاراتزی بود. حالا شما هر چی میخواید وصف بکنید فلان بیسان، عامل رفتار هر کسی خود اون آدمه، نه کسی دیگه. با احتیاط زندگی بکن، زندگی حرفه‌ای داشته باش، با کسی دیگه چیکار داری. بعدش هم شما وقتی این واکنش رو نشون میدید اتفاقا سهه میذارید روی صحبت‌های من وقتی ببینم راجع به موضوع آقا میگن حرفو بنداز زمین، صاحبش فرق میکنه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. بازیگرایی که به من میگن که یا به کلا مصاحبه میکنن میگن به ما کار نیست، براتون باز کردم چرا کار نیست. یا استعداد نداری، یا فیلم تولید نمیشه، یا فساد هست که اون فساده مهمترینه. اینم برای اونایی که میگن فساد در سینما ایران نیست. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.